پس عرفان جان ما متوجه شدیم که 7 صدا داریم به نام دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو، ره، دو. خب ما با این صداها ملودی میسازیم و سپس آهنگ باشیم درست میکنیم مثل درود بر دوستان. سلام مردم، سلام علیکم. استاد سایی هستم، استاد موسیقی و سازنده ساز کانین با مدیر گروه کارگروه موسیقی انجمن نابینان استان تهران و یکی از اساتید بنام. عزیزان و علاقه‌مندان به آموزش موسیقی انجمن نابینایان استان تهران در نظر داره در سطح شهر تهران هنرجو بپذیره. علاقه‌مندانی که دوست دارن بیان و حالا ابزار موسیقی رو از جمله ارگ، پیانو، کالیمبا، ملودیکا و غیره یاد بگیرن، آموزشگاه انجمن نابینایان استان تهران در خدمتشونه، جذب هنرجو داره و انشالله با بهترین استادا و مناسبترین قیمت‌ها در خدمت عزیزان هست. امیدوارم که مردم عزیز و هنردوست تشریف بیارن و از امکاناتی که ما برای اونها فراهم آوردیم به خصوص اقشار آسیب پذیر یا نابینایان معلولان استقبال میکنیم. انشالله که بتونیم بهترین آموزش ها رو برای اون عزیزان داشته باشیم و در جهت ارتقاء سطح موسیقی در سطح شهر تهران به خصوص برای بچه‌های نابینا معلول گامی برداریم. به امید اینکه دوستان تشریف بیارن و ارزان به حضورتون هنرجوی ما بشن، همه شما رو به خدا میسپارم و خواهش میکنم به شماره تماس 0912 63 666 45 یک بار دیگه تکرار میکنم 0912 63 666 45 تماس حاصل فرمایید تا انشالله زمینه ثبت نام و آموزششون در آموزشگاه موسیقی انجمن نابینان استان تهران فراهم بیاد. سپاسگزارم.